فنایی بچهش کدام وقت شده که کسی از خوردنی ترسیده باشه؟ از خوردنی هم کس میترسه؟ عجب گپ میزنی تو. من میگم میترسه. چطور؟ بگو. مثلا به خاطر مرض شکر از بوره میترسه. به خاطر چربی خون از روغن میترسه. بله. و به خاطر فشار تا بالا از نمک میترسه. این از خوردنی مردم میترسه. من اینا لیره میگم که خیلی از خوردنی که به خاطر مرض میترسن، چرا از خاطر روز جزا، از ترس خدا، از مال مردم خوردن نمیترسن؟ این گپ تو دیگه بیننده باید جوابشو بده. بگو این بیننده عزیز جواب ازی چیست؟